در دهه 70 خورشیدی تهران شاهد سلسله قتل‌های وحشتناک بود که شهر را در وحشت فرو برد. قاتلی که به نام خفاش شب شناخته شد، زنان بیگناه را هدف قرار داد و با جنایاتی که هیچ رحمی در آن وجود نداشت، کابوسی تلخ برای خانواده‌های بسیاری ساخت. امروز می‌خوایم وارد یکی از ترسناک‌ترین پرونده‌های جنایی تاریخ ایران بشیم و ببینیم این قاتل کی بود، چطوری قربانی‌هایش را انتخاب می‌کرد و چطور پلیس بالاخره موفق به دستگیریش شد. غلامرضا خوشرو متولد 1342 در فاروج بود. او چندین بار به جرم سرقت و جرایم مختلف دستگیر شده بود، اما قتل‌های سریالی خود را در سال‌های بعد از آزادی از زندان آغاز کرد. او با تظاهر به اینکه راننده تاکسی است، زنان را فریب میداد. او معمولا شب‌ها به فعالیت می‌پرداخت و با پرسه زدن در خیابان‌های تهران زنان تنها را هدف قرار میداد. خفاش شب از سلاح‌های سرد و روش‌های خفه کردن برای کشتن قربانیان استفاده می‌کرد و بعد از قتل جسدها را در مناطق حاشیه‌ای رها می‌کرد. از قتل‌های او بخوایم بگیم، او 9 زن را به قتل رسانده. در سال 1376 پلیس تهران با مجموعه‌ای از قتل‌ها مواجه شد که به سرعت وحشت عمومی را افزایش داد. اولین جسد در 13 فروردین کشف شد. زنی به نام توران نظری که پس از ضربات چاقو و قطع یک دست سوزانده شده بود. در 16 فروردین جسد اهدی مرزی در باغی در کرج پیدا شد. او با ضربات چاقو به گردن و سینه به قتل رسیده و سپس سوزانده شده بود. سی و یک فروردین جسد سوخته زنی دیگر به نام الهه همتی نژاد در جاده‌ای در فرهزاد پیدا شد که هنگام بازگشت از بیمارستان چمران به قتل این جنایت با کشف اجساد جدید ادامه یافت. در 8 خرداد جسد اعظم ثابت نژاد و دخترش منیره قهوه‌چی با آثار ضربات چاقو و خفگی کشف شد. 14 خرداد نیز جسد پرنده پرچمی دانشجوی دندانپزشکی همدان در بولوار اندیشه پیدا شد که پس از ربوده شدن از ترمینال به قتل رسیده بود. آخرین قربانی در 30 خرداد به نام قدمخیر جهانفر در اتوبانی در غرب تهران کشف شد. قتل‌های سریالی خفاش شب نه تنها به خاطر تعداد قربانیان، بلکه به خاطر شیوه‌های خشونت‌بارش جامعه را در حالت اضطراب و وحشت فرو برد. در اون زمان خانواده‌ها از بیرون رفتن زنان تنها در شب به شدت می‌ترسیدند. شایعات زیادی درباره چگونگی عمل این قتل پخش شد و رسانه‌ها به پوشش گسترده‌ای از ماجرا پرداختند. پلیس تهران تحت فشار عمومی بود تا هرچه سریعتر قاتل را دستگیر کنه، اما به دلیل مهارت خفاش شب در مخفی کردن هویت و رد پاهای جنایت دستگیری او زمان بر شد. پلیس بعد از بررسی جسدهای قربانیان و بازرسی‌های میدانی به دنبال الگوهایی بود که به شناسایی قاتل کمک کنه. یکی از قربانی‌ها قبل از قتل برای مدتی توسط خفاش شب گروگان گرفته شده بود و این قربانی نقش مهمی در شناسایی او ایفا کرد. او تونست بعضی از ویژگی‌های ظاهری قاتل رو به پلیس بده. در نهایت پلیس با یک عملیات غافلگیر کننده موفق به دستگیری خفاش شب شد. او ابتدا به جنایت‌هایش اعتراف نکرد، اما در نهایت تحت فشار تحقیقات و شواهد موجود مجبور به اعتراف شد. بعد از دستگیری محاکمه خفاش شب در دادگاه برگزار شد. بسیاری از خانواده قربانیان در دادگاه حضور داشتند و خواستار اجرای عدالت بودند. غلامرضا خوشرو به چندین قتل، سرقت، جنایت‌های وحشیانه اعتراف کرد و نهایتاً به اعدام محکوم شد. در سال 1376 او در مقابل دیدگان عمومی اعدام شد. قتل‌های خفاش شب یکی از تاریک‌ترین لحظات تاریخ جنایی ایران. او با خشونتی بی‌رحمانه دست به کشتار زد و بسیاری از زنان بیگناه را قربانی خود کرد. شاید زندگی سخت دوران کودکی و جوانی او تأثیرات روانی این زندگی به رفتارهای جنایتکارانه او منجر شده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید چنل رو حتما سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید.
خیلی ممنونم، مخلصیم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.